بسم الله الرحمن الرحیم. خالق هستی و انسانها یعنی خدا زندگی رو زیبا میپسنده و اساساً هر چی زیبایی هست از آن خداست و هر چیز زشتی و پلیدی و انحراف به دلیل انحراف انسانها از خدا و اون چیزی است که خدا میپسنده. ما فکر میکنیم که وظیفه ما به عنوان اینکه اشرف مخلوقات و برترین آفریده‌ای هستیم که خداوند ما را آفریده، اینه که آنچنانی که خالق ما زیبایی رو و هنر رو و پاکی رو و طهارت رو و عدالت رو پسندیده، ما باید در مسیر عدالت برای انتشار خوبی ها و نیکی ها و دوستی ها اول حیات رو دوست داشته باشیم و به انتشار پاکی و طهارت بپردازیم. این طهارت هم در زندگی عادیمون و زندگی جاریمون هست و هم در افکار ما، اندیشه های ما و تفکر ما. امیدواریم که ما این حیات طیبه و پاک رو، این خوبی و صلح و دوستی و انسان دوستی رو برای اینکه ارمغان و موهبت خداوندی است به ما هم پاس داریم و هم در سراسر گیتی اون رو رشد بدیم به عنوان یک اندیشه برتر. و در همین مسیر هم در ارتباط با آلایندگی ها، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران خیلی زودتر از تعهدی که تا پایان سال جاری مسیحی داشته به وظایف خودش در رابطه با CFC ها عمل کرده و به استقبال جهانی پاک و عاری از آلایندگی رفته. خوشوقتیم که ما شعاری رو میدیم که در عمل هم پیشقدم در اجرای اون هستیم و تعهدی رو که در مقابل انسانها و در مقابل خالق هستی یعنی خداوند داریم به خوبی اجرا شده.